that. No. That's why I'm telling you guys now. Next time. سلام رفیقا، دوباره خوش آمدین به یک ویدیوی دیگه با من علی جان منصف. ما اینه که بریم یک استیت دیگه که 400 راهه. پلانی بود که ساعت 6 صبح برا کنیم، ولی به دلایل ما کمی دیر شد. حالا ساعت تقریبا 10 بجه ما حرکت کردیم. با ما باشین ببینیم کجا میریم. یک سفر طولانی داریم. منصف say something bro. Hope we will arrive safe and see you there. صبحانه داخل موتر میخوریم به خاطر وقت گرفته نشه. هوا خیلی خوبه، کمی باد است ولی هوا آفتابیه. منظر مریلنده منظر و ما داریم تقریبا 3 ساعت و 36 دقیقه دیگه راه. انشالله بخیر برسیم و ببینیم چی کارا میکنیم رو. 2 hours later. بعد از 2.5 ساعت مستقیم درایو کردن داخل رسیدیم به یک استابریا. میخوایم اینجا یک کافی چیزی بگیریم. سلام رفقا. و چی مقصد ما ای شد که میریم به نیویورک. میخواستیم یک جای دیگه بریم ولی دیدیم که گفتیم بخواه که دیگه بریم نیویورک سیکن چی خبرهای نیویورک. یک کمی هوا سرد است، یک باد شمولک سرد داره ولی اسنک بگیریم، نوشیدنی بگیریم. سلسیوس خوبه ولی من نمیخورم. بعدش خودش هم طرف نیویورک. Few moments later. خب رفیقا، ما رسیدیم نیویورک دیگه. نیویورک مثل همیشه شلوغ و بیروباره. باید خیلی صبر داشته باشی تا برسی به مقصد. What? هوا یک کمی سرد است ولی در کل خیلی خوبه. هوا باش سرشان بهشان نشون بدم. Few moments later. Salam رفقا. How are you doing? It's not cold, it's good. It's good, right. ولی هوا یک شمال خیلی سرد داره. بعد از اول طرف سنترال پارک میریم و طرف هپل استور. نه کجا میری؟ صبر کن. این طرفش مقبوله. بگو. خب رفقا، ما آمدیم به اپل استور. اپل استور که یک از مشهورترین اپل استورها آمریکایه که داخل فیفت اوینیو یک جاده خیلی مشهوریه. میتونیم بگیم مشهورترین جاده نیویورک. ما بیامدیم اینجا خودی بچه‌ها. خیلی مقبوله. شما اونجا ما رو میبینید و خیلی بیروبار هم هست. ما رو یخت اینجا. خب رفقا، یک کار خیلی جالبی. میام اینجا بلیزر رو بیرو کردم، چنج کردم خاطر بزیاد اوتفیت من نمیخورد. کم اینجا گرم هم بشده. حالا میره خودشون به فیفت اوینیو. اینجا کامل شیشه و منصف اینجا عکس میگیره. سلام رفقا. آفرین. You look good. بیروز خیلی خوراک. اینجا که میبینید سنترال پارکه که خیلی مشهور داخل فیلم ها ببینید، خصوصا داخل فیلم هوم هالون همون پارکی. بیرون معلوم میشه که روشنه ولی خیلی خوراکه. یا که میبینید سایبر تراک ویوی بیرون اپل استوره. On va prendre un maximum de photos. What did you say, bro? You speak French? Okay. موترها مشهور نیویورک که میبینیم اینجا هسته. کلاه میپوشن بساط دیگه، مثل افغانستان مثل آسیا هم اینجا بساط دارن. کلاه میپوشن. مثلا این کلاه $15 قیمت نه. $15 هم اینو $15. این گوشگی $15 $15. اینجا پوشا موبایل $25 میتونی از آنلاین بخری به $10 و اینا. خب دیگه بیزنس واسه نیویورک گرونترین جای دنیا. میام خود یک رفیق گپ میزنن و اینجا هم مردم ایستاده. Let's go guys. Yes. داخل از جاده که هست تمام برندهای بالا هسته. از لوی ویتون گرفته، گوچی، پرادا، همه ای هست اینا. کسی پول داشته باشه میتونه اینجا بیا خرید کنه. و
یک بلدینگ نو شده میشم دیدین اون یا نه بلدینگ از لوی ویتونه او هم داخل می جاده او دفعه ما آمدم اون ویدیو نگرفتم این دفعه میریم خودشم داخل از آن سل میگن که تیار شده و نفهم تیار شده یا نه خلاصه که اینجا به نیویورک استایل خیلی بچه مردم استایلی زیاد هم اینجی و follow me bro subscribe me on YouTube tell him bro این بریم سابسکرایبر پیدا میکنه آنلاین خب این بلدینگ که پشت سر میبینیم این روزا خیلی داخل اینستاگرام و تیک تاک اینا وایرل شده خود ویدیو میگیرم و اینا خیلی چیه برند لوی ویتونه که مو چی خور بگرفته چی میگم بیکا خور فکر کنم مو بیکا مشهور خور باله هم گذاشته و مثل یک بلدینگ تیار کرده ولی تا افتتاح نشده به این خاطر Really? Very good, bro. What's that? Don't build it this way. این جاده که مردم میان همه تاخیری رو میرن به خاطر هم برنده هایی میخوان داخل فیلم ها حتما بدید این جاده اینجا میتونه استایل ها لوکس ببینید چون نیویورک دیگه ها مردم خوش استایل و اینایی هم ما هم استایل ما بد نیه دیگه هوا خنک کم استایل زدن سخته امیدوارم که صدام صحیح بیایه خاطری که مردم اینجا واچ ساعت میخرم و ببینیم با خیلی گوشنه هم باشدیم نیمه چه کجا این چیز بخوریم میشه سرچ کنیم اینجا یک چیز حالا سرچ کنیم استایل عزیز برند کامرا و چیزی تو دی جی آی من اینجا برند کامرا که خودی ویدیو میگیرم دی جی آی مثال ندیده بودم خیلی مشهور و کامرامن اینجا زیاده سرچ کنیم یک کامرامنی هم ما داریم اینجا برو good job proud of you و یک چیز دیگه یک نکته دیگه امینا که میبینیم امین هم بگین حلاله هم فوترگا کنی اینا حلاله میفهم چری حلال نوشته نیه ولی حلال باید باشی حلال نوشته نیه نه خب رفیقا یک آپدیتی به شما بودم حال ما بریم به که چی پیدا کنیم غذای حلال پیدا کردم یک نوعی از ترکش رستوران ولی داخل نیویورک خیلی وقت حلال چک میکنی این دکار به طور میاره نمیفهم هم دکه یا میتونی جای بشینیم ما کمی خنک خوردیم باید خور گرم کنیم میشونیم داخل ستارباکس خور گرم کنیم بچه You can go to Starbucks bro Starbucks, Yeah, just for a few minutes. Just take a break, huh? Yeah, drink, not take a break. Don't fool them. Yeah. بچه ولی میریم به استارباکس اینجا خور گرم کنیم از استارباکس استفاده کنیم از استارباکس ولی نخریم فقط ما بیامدیم We were in Starbucks and Syed just took the whole menu. Yeah. نه بچه همه چیزی نگرفتم بخاطر ما فقط بیامدیم اینجا خور گرم کنیم He just took the cortado, the latte, the turkey with bacon, the bacon and cheese, huh? Don't say like And, that. no, honestly, we're just standing here because it's too cold outside and our hands are got cold. So, Yeah. but we're going to eat halal in a few minutes. So, yeah. Inshallah. Can you show some of your picture? It's okay. Yeah, of course. Just wanna see. Let me show you one picture that I really like about Syed. Just be patient, guys. I'm gonna find it, please. Yeah, it's coming. It's coming in a few seconds. Game, bro. Tell me in the comments if you like it, if you think he's human or... Look at this guy. Nice, bro.
Why are you laughing? Why are you laughing? Because it's a funny picture. No, you look. اینا لالا علی گرفته خود موبایل خوب. به به. Look. This one is nice. Like this one. Look. Nice. This one is also nice. Yeah, this one is nice. Yeah, with the trash. I like the It's trash. okay. I will remove No, the. I know. No, I'm just kidding. I'm just kidding. Your picture is nice too as well. So بریم بچه. اینجا کار سیگار. Halal estate what? Mine? Drinks? Yeah, it comes with drinks. اینجا قیمت‌های هم خوبه. عربی هم هست. و خب رفیقا اومدیم به یک رستوران تا چیزی که می‌خواستیم داره. Yeah, it's good. It's only nice. خب بچه‌ها ما غذا خوردیم. حالا می‌خوایم It was excellent, guys. It's better than DC. We need something like this in DC. The food was so good, so tasty. We need something like this in DC. It's not possible like this. It's halal, so many options, so many sandwiches, and Arabic price is people. really good. The price is cheap. Cool. Yeah. It's cheaper than George Falafel. Yeah. So if the owner looks at this video, please open a store in DC discount. with the student discount. Don't forget it. So out of 10. 9. من برای از 10 میدم ولی خیلی غذا خوبی بوده و امیدوارم که پاک باشه چون داخل دیسی خیلی و حالا ما بریم به سنترال پارک پیش از اینکه غروب شه ساعت است 4:26 دقیقه اگه وقتش میریم به بروکلین خلاصه که خیلی غذا خوبی بوده سر شدیم انرژی گرفتیم و همین A few moments later. Let's go, cause I like this. you like this one? Yeah. It's good for اینجا دم سنترال پارک دروازه سنترال پارک یک از مشهورترین پارک های نیویورک اینجا میتونیم از این رکشا بگیریم دریا معلومه. Yeah, no, I'm good. Thank you. خب بچه وقتی کن داخل اینجا عملی آمدیم از بس اینجا خوشتیب زیاد داره علی میگه ما اینجا مثل بچه دی معلوم میشیم از اطراف آمدیم خب واقعیت هم ما از اطراف آمدیم ما از پایتخت آمدیم بچه نیویورک پایتخت نیست که. ما بچه پایتختیم در اصل ما خوشتیپیم اینا ادای خوشتیپار در ما خوشتیپای واقعیم ما بچه دریا معلومه. Just the movies were recorded here, but nothing special in this park. Honestly, it's just a regular park. Great Falls is better. It's not regular. Shenandoah is more beautiful. It's not regular because behind of that park is a lot Yeah, of famous the people, buildings. the people. لاین کده سنگی و میگو تایی قچق زیاد هم هست داخل از این پارک خیلی فیلم های زیاد پر شده از جمله اوم هالان که ما دیدیم خیلی فیلم مشهوریه داخلی و پرزیدنت ترامپ هم بازی کرده و این دوتا خیلی مشهوره دوتا بیلدینگ از مشهورترین بیلدینگ های نیویورک که خونه های ویو های داره $1,000,000 اگه پیدا کنم بهشا پست میکنم اینجی واها خلاصه خوشم قدم زده میریم میته خب بچه اگه سریال چیزی دیده باشین فیلم هوم الان تنها در خانه یک فیلم خیلی مشهوریه با امریکا این قسمت دقیقا همون قسمته که بچه خودمون یک زنی هسته قصه میکنه انا داخل چی بیاوردم بعد اول شو خب بچه های دقیقا همون قسمته که اون بچه استاد شده این رقم خودی های من فکر میکردم که ما تا آخر پارک رفتیم یک ساعت میشه پیاده‌روی کنیم ولی ما هنوز اینجاییم و پارک آخ ذره این تمام پارکه و ما هنوز اینجاییم من فکر میکردم
بار خلاص شد. خب به می خاطر یخ زده ما نمیریم بیشتر پیش دسامبر سه کنیم. یخ زده دسامبر اینجا. اینجا که هست آیس اسکیه. But could you stand a little to your right? Right? Yeah. یا باش من بیایم 3, 2, 1. And 3, 2, 1. I just do it at that time and it's very late. I'm gonna go like in 20 minutes. So. بریم گفت من از شما حکس میگیرم و مثل چی؟ مثل می روزنامه نگار I don't know right there مثل روزنامه نگار اینجا گاهی رقم Could you use a flashlight? Sure. چی هسته این مثلا So it looks like this. Oh, that's nice. And it's actually at night time, so Yeah. for night time it looks good. It's Trust good. me. Perfect. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Ticket sir. I have some chance. باشه بگیم من ببینم چه رقم دیدم میشه من دیدم همیشه اینجا Miskin. I'm visible here man You want to try again? Give it. خب بچه‌ها یک اینجا استاد بودیم ما اختلاط میکرد یک نفر بیان اینجا گفت شما عکس میگیرم مثل روزنامه و چی ما گفتیم چند پولی میشه گفت که هر چی ما این بدیم ما این ندیم اینا ولی پول باید بدی بری اینا و یک عکس از ما گفتم اول نمیشد میگفت که چه بعد از او باز ما گفتم لایت میندازم باز باشه سعی کنیم مقبول آمده یا نه این هم یادگاری از سفر نیویورک سالهای بعد ما سه نفر هر کدوم ما به یک راه بریم ازدواج کنیم میتونیم هر چیز فیک هم اینجا بخریم ولی غیر قانونی اجازه نیست خب رفیقا بعد از کافی بیا اومدیم به تایمز اسکوئر هر بار که میایم به نیویورک 100% تایمز اسکوئر میایم چون با یک کسی میایم که دفعه اول سیدم دفعه اولی بود که آمد اینجا به من خاطر که این ایده بود بیا اومدیم به تایمز اسکوئر و اینجا میچرخیم اینجا نشون نمیدم خیلی به خاطر که به ویدیوهای قبلی ولاگای نیویورک نشون دادم تکراری شده خیلی برای شما یک چرخه میزنیم و خلاص Just so y'all know, next time, let me talk, next time, don't do that shit no more. Cause we here, we protesting peacefully. We didn't say shit, fuck the white people, fuck no, we didn't say that. No. That's why I'm telling you guys now. Next time, think before you speak. We're not, I heard what you said. You said deport. So, no. That's not what we said. All right, why is it? No, right, it's telling me. Leave us alone! Leave us alone! Next time, think about it next time. اینا $5 اینا $1 $5 بی خوبه مقبوله خب رفیقا ویدیوی ما پایان رسید امیدوارم که دوست داشته باشین خیلی روز عالی بود صبح بیامدیم به نیویورک و حال شو شده و ساعت تقریبا 11 بجه شو 11 و 7 دقیقه و ما 2 ساعت راه دیگه داریم تا به ورجینیا برسیم به خونه خیلی روز خوبی بود خوش گذشت قدم زدیم یک کمی هوا سرد بود ولی در کل خیلی خوب بود و تشکر از اینکه ویدیو رو تا آخر دیدین و که اگر دوست دارین میتونین در اینستاگرام من فالو داشته باشین و تا دیدار دیگه خدایا رو نگهدار شما به ویدیوی بعدی شما میبینم